روز مصاحبه سفارت آمریکا چه کارهایی رو نباید انجام بدیم و چه چیزهایی رو نباید بگیم؟ سلام. توی این ویدیو میخوام توصیه‌ای که وکیل خودم برای قبل از مصاحبه‌ام به من کرده بود رو به شما منتقل کنم. لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اول از همه لازم این رو بدونید که شما وقتی وارد سفارت میشین و دارین به پنجره آفیسر نزدیک میشین برای مصاحبه، جواب آفیسر آلردی نه هستش و تمام آفیسرها در واقع مایندستشون اینه که این اشخاص به بهونه ویزاهای غیر مهاجرتی دارن میان ویزا بگیرن برن آمریکا و اونجا حالا یا ویزاشون رو چنج کنن یا با یک نفری ازدواج کنن و برای همیشه تو آمریکا بمونن، قصد خروج ندارن. مایندست آفیسر این شکلیه، مگه اینکه شما خودتون خلافش رو ثابت بکنید و با آفیسر بفهمونید که من مثلا یه دانشجوی واقعی هستم یا فقط یه توریست هستم و قصد برگشت دارم. اینا وظایف ما هستش به عنوان مصاحبه شونده و حالا در ادامه بهتون میگم که چه کارهایی نباید انجام بدید. مهمترین توصیه‌ای که میتونم بهتون بکنم اینه که تحت هیچ عنوان به آفیسر دروغ نگید. در نظر بگیرید این شخصی که الان روبرو شما نشسته و داره باهاتون مصاحبه میکنه روزانه داره با 150 200 نفر مثل شما صحبت میکنه و اولین جایی که بخواید یه داستان سرهم بکنید متوجه میشه و اینجوری میشه که شما در واقع دام سوال بعدیش گیر میافتید. سوالای هی پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشه. بنابراین کاملا اعتماد به نفس داشته باشین، دروغ نگید، ارتباط چشمی با آفیسر برقرار کنید، سعی کنید استرس نداشته باشین. ببینید استرس تا یه حدی در واقع قابل قبول هستش، آفیسر درک میکنه که اوکی مثلا سرنوشتش داره اینجا بررسی میشه، تصمیم گیری میشه، ولی وقتی خیلی بیش از حد استرس داری و من میکنی، هم نشون میده که آماده نیستی برای مصاحبه و همین که فکر میکنه که مثلا احتمالاً داره یه چیزی رو قایم میکنه که انقدر دست تو پاست. بنابراین یا مثلا یه آرام بخش قبلش بخورین یا سعی کنین یه جوری استرستون رو کنترل کنین. و اینم بهتون بگم تمام چیزایی که شما روز مصاحبه میگین وقتی برید مصاحبه متوجه بشین هم تمام مدت آفیسر داره در واقع ثبت میکنه، هر چیزی که شما میگین رو توی سیستم ثبت میکنه و اینایی که ثبت میکنه توی پروندهتون برای همیشه توی سیستم گاورمنتال آمریکا ثبت میشه. یعنی خدا نکرده اگر اونجا ریجکت بشین، دفعه دوم که میریم برای مصاحبه وقتی پروندهتون رو باز میکنه آفیسر قبلی رو میبینه که چه چیزایی چه نوت‌هایی رو پروندهتون گذاشته و دیگه اون وقت واقعا سخت‌تر میشه که بخواید آفیسر جدید رو قانع کنید و بعضی وقتا میبینید که اصلا مصاحبه دوم زیر 30 ثانیه مثلا طرف ریجکت شده و دلیلش همینه که مثلا شما یه دروغایی گفتین یا یه چیزای خیلی پیچیده گفتین که نوتایی که اون آفیسر گذاشته آفیسر بعدی رو میترسونه. مثلا میگه خب همکار خودم که بهش اعتماد نکردم دفعه قبلی، من چرا باید به این اعتماد کنم؟ بنابراین خیلی خیلی مهمه که اصلا دروغ نگید. یه نکته دیگه هم که داره اینه شما حتی ویزا بگیرید اونجا میایین تو آمریکا باز ممکن اینجا بهتون توی پورت مصاحبه بخوره. به خودم مصاحبه خورد و تمام سوالایی که از من پرسید مجدد سوالای توی مصاحبه بود و انگار داشت نگاه میکرد، میدونست که جوابات چی بوده، میخواست چک کنه ببینه مثلا من دارم دروغ میگم یا همون جوابا رو دوباره میدم و اصولا آدم دروغو یادش میره. بنابراین واقعیت رو بگید. دومین کاری که نباید انجام بدین اینه که به آفیسر نباید بگین که مثلا من توی آمریکا دوست دختر دارم یا دوست پسر دارم یا دوست پسرم رفته اونجا. اون اصلا به هیچ عنوان نباید بگین مگه ازتون بپرسه، که اصولا نمیپرسن ولی اگر بپرسه باید راستش رو جواب بدین. و اینکه دلیلش هم اینه شما وقتی مثلا برای ویزای دانشجویی اقدام میکنین، ویزای دانشجویی ویزای نان ایمیگرنته، حتی ویزای نامزدی ویزای نان ایمیگرنته. وقتی شما برای همچین ویزای اپلای کردی یعنی که باید ثابت کنی با آفیسر که من میخوام برگردم بعد اینکه کارم تموم میشه. ولی وقتی میگید من اونجا دوست پسر دارم یا دوست دختر دارم، اون وقتی که آفیسر آلردی که مایندستش نبوده باز این میاد تو ذهنش که خب من که میدونستم این شخص نمیخواد برگرده، الانم که میگه من دوست پسر دارم یا دوست دختر دارم اونجا فقط به بهونه ویزای تحصیلی میخواد بره آمریکا، پاش که رسید اونجا میخواد مثلا ازدواج کنه و اونجا بمونه. بنابراین هیچ اطلاعات اضافی به آفیسر ندین مگه ازتون در مورد یه موضوعی بپرسه و در موردش توضیح بدین. هر اطلاعات اضافی که میدین باعث میشه در واقع روند مصاحبتون پیچیده‌تر بشه، کیستون پیچیده‌تر بشه، با فشار بیشتری کیستون رو بررسی کنن. من خودم اینی که میخوام بهتون بگم خودم تو دامش در واقع گیر افتادم و به حرف وکیلم گوش نکردم. اونم به خاطر این بود که خیلی ویدیوهای یوتیوب زیاد دیده بودم که اینجوری پیشنهاد میدادن. هیچ وقت جوابهای کوتاه و یک کلمه‌ای با آفیسر ندین و گوش ندین که میگن جواب کوتاه بده آفیسر رو خسته نکن. نه، جواب طولانی بده، اتفاقا توضیح بده و هیچ وقت از کلمه نمیدونم استفاده نکن. برای هر سوالی که آفیسر میپرسه باید جواب داشته باشی. شما ندونین پس کی باید بدونه؟ مثلا آفیسر ازت میپرسه که اسم دانشگاه چیه؟
مثلا نگو که فقط مثلا چه میدونم مینسوتا، بگو که دانشگاهی که من انتخاب کردم اینه، ولی خب چند جای دیگه هم اپلای کرده بودم، این دانشگاه رو انتخاب کردم، یا مثلا به دلیل این دانشگاه رو انتخاب کردم. چون اگه شما اینو نگی، این سوال بعدش دقیقاً همینه و هی سوال‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین هم اول بهتره که جوابی که دارین میدین یه جواب بلندتر، توضیح کاملتر باشه. و واقعا شاید برای آفیسر اصلا مهم نباشه که چرا شما اون دانشگاه رو انتخاب کردین، فقط میخواد با شما صحبت کنه و داستان شما رو بدونه و یه جور باید ارتباط بگیره دیگه، که بفهمه شما مثلا چندی بادی لنگویج چیه، یا واقعا دانشجو هستی یا نه. و تنها دغدغه مثلا آفیسر اینه که تشخیص بده که شما واقعا دانشجو هستین یا نه، یه برنامه دیگه دارین، فقط میخواین با ویزای دانشجویی بیاین آمریکا و بعدش شروع کنین برنامه خودتون رو انجام دادن. پس جواب کوتاه ندین و سعی کنید که توضیحاتتون کامل باشه. مخصوصا اگه دانشگاهی که دارین میرین یه دانشگاهی هستش که مثلا خیلی معروف نیستش، مثلا یه دانشگاه مثل هاروارد یا MIT، آفیسر آلردی میدونه این دانشگاه رو، بعد میگه که پرونده شما رو نگاه میکنه میگه او از اینجا پذیرش گرفته، واو، پس حتما توی این دانشجو یه چیزی دیدن که به این پذیرش دادن. ممکنه مثلا براتون راحت‌تر بگیره روند مصاحبهتون رو، ولی وقتی یه دانشگاهی رو نمیشناسه میره سرچ میکنه، همون لحظه که داره با شما صحبت میکنه اسم دانشگاه رو سرچ میکنه، باز میکنه و هی داره ازتون میپرسه که خب چرا این دانشگاه، مثلا اصلا آیا این دانشگاه مثلا ریکوایرمنت حداقلی داشته برای پذیرش شما یا نه. اونجا مثلا یکم کارتون دشوارتر هستش که باید توضیحات بیشتری بدین که آفیسر رو قانع بکنین که آره من دانشجوی واقعی ام و قصدم تحصیل تو آمریکاه. بنابراین اینجاست که اهمیت توضیح دادن واقعا مشخص میشه و این هنر شماست که بتونین با توضیحاتتون آفیسر رو قانع بکنین. من چون خودم به توصیه برخی از این پیج‌ها و این آدمایی که میان مثلا کلیپ میگیرن میگن توضیح زیاد ندین، آفیسر رو خسته نکنید، توضیحات کامل نمیدادن، واسه همین یه ایپی واقعا خیلی طولانی خوردم و نمیخوام که این اتفاق بر بقیه بیفته. مدارک جعلی درست نکنید. یه سری مؤسسات هستن که بهتون میگن اوکی شما $1000 به ما بدین، چه میدونم $500 به ما بدین، ما براتون بانک استیتمنت الکی درست میکنیم یا مثلا هر مدرک دیگه که ندارین رو براتون درست میکنم. نکنید این کارو. آفیسرها دارن واقعا روزی 200 تا مصاحبه انجام میدن، اولا اینکه همون زیر 3 ثانیه بفهمن این مثلا واقعی نیستش یا نه. علاوه بر این سری امکاناتی دارن، یه سری تکنولوژیایی دارن که تشخیص بده یه مدرکی جعلی هستش یا نیست. اینجا نوشتم مثل forgery detection software، QR code verification، image analysis software. این ستایی که فقط من میدونم و کلی امکانات دیگه دارن که تشخیص میده یه مدرکی جعلی هستش یا نه. و وقتی که متوجه بشن شما از این مدرکی جعلی استفاده کردین، برای ابد و یک روز ممنوع ورود بشین به آمریکا. پس واقعا توصیه اینه که این کار انجام ندید. یه موضوع دیگه هم که هستش اینه که اگر شما اگر شما مثلا یه خلافی انجام دادین یا کریمینال هیستوری دارین، نیان قایم بکنید باز، چون که زمانی که وارد سفارت میشین ازتون فینگرپرینت میگیرن، از همه انگشتاتون فینگرپرینت میگیرن، اثر انگشت میگیرن و اون اثر انگشتی که ازتون میگیرن در واقع تمام کریمینال هیستوریتون برای آفیسر باز میشه و اونجا میگن اگر خلافی انجام داده باشین، تیکتی گرفته باشین یا هر چیزی اونجا هستش و آفیسر داره اون رو نگاه میکنه و میبینه که مثلا شما یه خلافی انجام دادین، ازتون میپرسه که مثلا حالا مرتکب جرمی شدی و شما میگین نه، داره میبینه دیگه بگو آره واقعیتو بگین، چون که همه رو دسترسی دارن بهشون و دروغ گفتن واقعا اولین چیزیه که ویزای شما رو در واقع ریجکت میکنه. و بهش توضیح بدین که مثلا چه اتفاقی افتاده و سعی بکنین که قانعش بکنین. شما اگه راستشو بگین میفهمه که شما صداقت دارین، حداقل حتی اگه یه جرم مرتکب شده باشین. و به هیچ عنوان با آفیسر بحث نکنید، حتی اگه بیادب بود، حتی اگه یه چیزی گفت که ناراحت شدین، تحت هیچ شرایطی با آفیسر بیادبانه صحبت نکنین، باش بحث نکنین، چون که بدونید سرنوشت شما دست آفیسره و میتونه خود اولی توی پروندهتون بنویسه و شما ریجکت کنه و دفعه دیگه پروندهتون آفیسر بعدی باز میکنه میگه بله چه چیزا اینجا نوشته شده و دفعه دوم همینطوریش راضی کردن آفیسر سخت هستش، چه برسه به اینکه موارد متعددی هم آفیسر قبلی توی پروندهتون اضافه کرده باشه. این مورد آخری که میخوام بهتون بگم از همه مهمتره، یعنی شما ممکنه همه این مواردی که من بهتون گفتم و مواردی که خودتون میدونین رو درست انجام بدین، ولی توی این قسمت لنگ بزنید واقعا سخته که بتونین ویزا بگیرین و اونم این هستش که بتونین وابستگی و تای مناسب به کشور خودتون رو با آفیسر نشون بدین و این میتونه هر چیزی باشه. مثلا میتونه اگه ازدواج کردین بگین همسرم هستش و توصیه میکنم که دو تایی با هم نرین برای مصاحبه و از همسرتون به عنوان تای استفاده بکنید که بگین من تحصیلم تمام شد میخوام برگردم. زن و بچه ممکن داشته باشین، یه تای مناسبیه، بگین مثلا پدر مادرتون نیاز به مراقبت شما دارن و باید برگردین
اگه مثلا یه ملکی چیزی به اسمتون هستش یا یه استارتاپی دارین یا یه شرکتی مثلا نقش مهمی دارین یا مثلا یه شغلی دارین که اینجوری نباشه که من همین الان شغلم ول میکنم الان ویزا بگیرم پس فردا آمریکا، یه چیزایی نشون بده که مثلا شما براتون مهم جایگاهی که تو کشور خودتون دارین و قراره که برگردین و یا مثلا بگین که من نامزد دارم و میخوام که بعد اینکه تحصیلاتم تمام شد برگردم ایران ازدواج بکنم. اینا تایها و وابستگی خوبی هستش برای نشون دادن به آفیسر. خیلیاش ممکنه حتی مثلا به ذهن خودم چه اهمیتی داره برای آفیسر که فکر کنم مثلا من اینجا نامزد دارم یا چه میدونم بچه‌م اینجا تنهاست، ولی نه، اینا همشون دلایل محکمی هستش که نشون میده شما می‌خواید برگردین. بنابراین هر دلیلی دارین همه رو بیارین تا میتونین تای جمع کنین، چون واقعا خیلی مهمه و اینکه نشون بدین که شما قصدتون موندن تو آمریکا نیست. ویدیو ما اینجا به پایان میرسه و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. سوالی بود بنویسین تو کامنت ها، لایک و سابسکرایب لطفا یادتون نره. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.